مثل یه سوالی برای من پیش اومده. ما 2 هفته هم بیشتر تو رابطه نبودیم. چی شد که من پیشنهاد ازدواج دادی؟ راستش من اصلا آدم ازدواجی نبودم، ولی اون روز که با هم دیگه رفتیم قدم زدیم یه اتفاقی افتاد که نظرم راجبت کلا عوض شد. میگم نظرت چیه بریم خونه ما یه فیلم ببینیم؟ خونه؟ من لباس رنگو رو رفته همو پوشیدم. وای آبروم میره اگه باهاش برم خونه. نه من خونه نمیام. حالا تو بگو چی شد که اینقدر سریع پیشنهاد منو قبول کردی؟ راستش من از اولم از تو خوشم میومد، اما بعد از تولد مهسا اینا دیگه واقعا عاشقت شدم. آقا ببخشید من گوشیمو گم کردم، میشه گوشیتون رو بدین یه زنگ بزنم پیدا شه؟ بفرمایید. شماره‌مو ذخیره کنین اگه دوست داشتین. اون دختره به تو پیام داد ولی تو هیچ وقت جوابشو ندادی.